تو چند بخش میخوام تیم تاریخ فوتبال ایران رو از نظر خودم بگم. اولی دروازه‌بان. اولی علیرضا بیرانوند، خالق چطوری کریس که قطعا همه پنالتیشو که از رونالدو گرفت رو به یاد داریم. علیرضا بیرانوند با 13 تا قهرمانی خیلی پر افتخار بوده و خب دروازه‌بانیش هم بی‌نظیر. نفر دوم سید مهدی رحمتی. امکان نداره دوره طلایی استقلال رو به یاد داشته باشید اما از سید مهدی رحمتی حرفی نزنید. دروازه‌بان سوم زنده یاد ناصر حجازی. دروازه‌بانی که تو منچستر یونایتد بازی کرده قطعا نیاز به تعریف و تمجید نداره. و البته تو لیست من تنها دروازه‌بانی که تونسته با ایران جام ملت‌های آسیا ببره. و دروازه‌بان چهارم احمد رضا عابدزاده. دروازه‌بانی که جدا از دروازه‌بانی کردن نقش رهبری رو بر عهده داشت و خب خیلی خوب از این کارم برمی اومد. از بین تمام این گزینه‌ها من احمد رضا عابدزاده رو انتخاب میکنم چون به نظر من فقط دروازه‌بانی نمی‌کرد و اون نقش رهبریش از همه بهتر بود و انتخاب من احمد رضا عابدزاده است. نظر تو چیه؟